ayine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme, ayine tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme, nazar eyledim özüme, Ali göründü gözüme, nazar eyledim özüme, Ali göründü gözüme, ayine tuttum yüzüme, Ali göründü. Oy. شبتان بخیر رئیس. شما که آمدید انشاءالله بخیر میشود. خدا باش. خوش آمدی ملا. دوستانی منم. خوش آمدید. خرسندی آوردید. سلامت باشید. خوش باشی، حال دارید؟ سلام تشکر. یک طرف ایستای. خدا. جوندش کمی غمگینم رئیس. این معنای آن را دارد که خرسندی میشود. غم و خرسندی، اول غم بعد خرسندی. ولی اگر به غم سر خم کنی، تن دیگی، اف و پف کنی، یاری نمیگیرد. انا همین طور. تشکر برادر. سلامت باش. ملا خودت آمدی باز کسی رو که یافتی گرفته آوردی ها؟ ناراحت کرده باشه میروی. ما مهمانی آمدیم. غمگین که شوی از چشم و چهره‌ات معلوم میشه. رئیس این برادر عمیق قرده میزی است. گپ سخرسن میزی خروسی بر وقت خسته میپرد اما مکانی ما همینجا است. مکان شما بسیار زیبا بوده است رئیس. معقول تو اینجا را معقول کرده باشی. اینجا تو را دوست داشته است. فقط نگو که بحر خرسنگ‌ها را درخت‌ها را دوست می‌دارد. در این دنیا چی بیش آفریده شده است؟ اگر کسی به این باور نداشته باشد، سخنهای رسول الله را گوش کند. آن سخنهای بزرگ چی بود؟ ما خود را دوست می‌داریم و خود ما را دوست می‌دارد. ولی احمد جان، مگر در احد جنگ را نباخته بودند؟ احد ما را دوست می‌دارد می‌شد. سببی باختن را به سنگ کوه نسبتی، غالبیت را به چی نسبتی؟ این طور فکر کردنی در آن جایی که خوب رفت جایی بخیر، اگر در آن جایی که بد رفت جایی بخیر. مثل من و تو کمقلا بر نگردیم گفته، احد مبارک را جایی بخیر حساب نکنیم. احد ما را دوست می‌دارد و ما احد را دوست می‌داریم. غیر از راهی نشان داده خدا راهی دیگر نیست. حکمت را باشد هر عطا قبول نمی‌کند. نازکی هم در اینجاست. انا همین طور عزیزان. چای گیرید بچه‌ها، چای گیرید.